سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز می گیرند. با شما برای کار روزتان بخیر باشد دوستان عزیز. امیدوارم شما خوب هستید. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز سه‌شنبه 21 اکتبر $100 ایالات متحده آمریکا برابر است با کورس امروزه به 921 سومانی و این چنین دوستان 100 یورو برابر به 1073 سومن و 87 دیرم. دوستان از شما خواهش میکنم در زیر ویدیو لایک کنید و به کانال ما پادپیسات کنید و زنگولش را زیر کنید تا این نوارهای نوی ما با خبر باشین. دوستان انتظاری نوارهای نو باشین. امروز 1000 روبل روسی با کورس امروزه در بانک ملی جمهوری تاجیکستان 113 سومن و 50 دیرم. و دوستان البته روبل هم دلار هم با نرخ پایان رفته شده است و کسایی که در خطای کار و فعالیت دارین و بعضی های شما شاید لازم باشد 100 یوان یا 130 سومن و 33 دیرم و فکرتون اوید یوان در کامنتری نویسین. و دوستان کسایی که در قزاقستان هستین البته کار و فعالیت دارین 10,000 تنگه پول قزاقستان به 172 سومن تاجیکی برابر میشه. خب این بود خبر امروزه. بر شما سلامتی خواهان هستم.